نوبالغ عبدالسلای ساکن شهر وحدت به آن گمان برمی شود که شام 20 دکامبر تخمین ساعت 17:30 جوان 23 ساله ساکن همین شهر را لطکوب نموده او را 6 ضربه کور زده است. ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، نوبالغ عبدالسلای ساکن شهر وحدت همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت عفوباشی دستگیر کرده شد. نامبرده 20 دکامبر سال 2021 تخمین ساعت 17:30 جوان 23 ساله ساکن همین شهر را لطکوب نموده با کارت 6 مرتبه به عضوای بدنش زده از جای حادثه غیب زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، نوبالغ 16 ساله ساکن ناحیه اسپیدامین با گمان معاملات غیر قانونی مواد پیراتکنیکی دستگیر کرده شد. هنگام کوفتوکوف شخصی از نوبالغ 12500 دانه مواد پیراتکنیکی دریافت و گرفته شد. عاید به این حادثه پرونده جنایتی با ماده 199 علاوه 1 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.